در گشتین ملی رایج نیست. هر دو با کمال احترام و صمیمیت میدان دوری کنید. فضل‌الدین در گلیم دیگر گوری چندم از آمدی؟ چور؟ تشکر. و از فیردوس، از ابوبکر یکوبیر، از پهلوانان گرانوزن مملکت، هم شریف و دولت و هم تیمور و چندین افرادی که امروز به خاطر دریافت انعام و تحفه های ارزنده آمدند، خواهشمندیم به گلیم کنار راست نزدیکتر شوید. عزیز و امام علی نورعلی هر دو قشنگ های میدان امروزه نشد. فضل‌الدین عبدالله پهلوان بلجوانی چهارمین غلبه خود را در میدان باختر استقبال کنید. آفرین. تنتنا باری دیگر در شهر باختر مبارک. نوروز همه شما را باری دیگر فرخنده بگوییم. پهلوانان میدان از دلار به همه شما وقت و سعادت تمنا داریم. سبزپوش حصاری حلال مردم هم گفت باش ما قرصک زنین چیزی ما میگیم اساسی واقعی دارد. انمی حق نظر گشتین از همه خوبتر میداند. جهانگیر هم قشنگ است. بچه محمود مومین آبادی بسیار هر دو هم خصلت های نجیب جوانمردی دارند. خاکسارند، دعوای مکافات ندارند. صمیمیتشان در میدان خیلی خوب است. با هر دو وقت سعادت، عمر دراز، نیک فرجامی و کامیابی، غلبه های پای در پای. یک تا اشتیر هنر رکلم نایا ناحیه کلخوزآباد جلالالدین بلخی حاضره، پرویز جابرزاده، کرامت الله حکیموف، پهلوانی که در ناحیه رشت جرأت کرد، متانت خود را نشان داد و با محسن عیسامیدین و گرانوزن جمهوری ازبکستان برابر نیرو سنجید. حالا به میدان اومد امام علی و شهباز. سید ابرارов برنده مدال برنجی مسابقات گرند اسلام در
در جمهوری گرجستان پهلوانی تیمور ملک و شهباز و حریف او امام علی نورعلی هنرنماییشان اندک پیشتر دیدیم. فیض الله حبیب اللهیوف مسئولی بخشی این عمرهای نوروزی مسابقات جمعیت سهامی رسنده برای زحمت‌هایتان تشکر. یگان اشتباه نکردی با استثنای یک حالتی که شرح آن البته مهم هم نیست. هر کجا کار هست آنجا البته نقص و علت با وجود می آید. اما امروز از عهده کار خود با سربلندی برآمدید. تشکر. برابریت فدراسیون گوشتنی ملی گوشتنگیری لایق بگی جانویچ شورف و کاتب گنرالی فدراسیون سعید خودجایوف عبدالله و سرخان اماموف مسئولین بخش جهان سپاس که ما را در نظام و ترتیب و شفاف بودن نیروسنجی های میدان امروزه خیلی کمک کردید. سپاسگزاریم از این مسئولیت. تشکر که امروز با یک قوه بزرگ میدانداری شهر باختر را تحت نظارت گرفتید. تشکر زیاد. جهانگیر و حق نظر حالا هم هنرنماییشون ادامه می‌یابد. ددخان، کرامت الله، فردوس، بلدجان، چند تا ورزشکارانی که در میدان اندک بعضیشان هنرنمایی کردند و بعضی دیگرشان حالا انتظار دریافت حریفند. و ددجان هست یگان طلبگار از ازبکستان است یا تاجیکستان مرحبا. کشانیان حکیم دوستی Abu Bakr Zada maçtan çıkmamak.